خب برای چی تقلبتون شما جا گذاشتین؟ یه تقلب کوچیک. نخی چی میگی میفهمی؟ از مدرسه زنگ زدن گفتن این دوتا تقلب کردن، اگه تکرار بشه اخراجتون میکنن، میفهمی؟ مامان ببخشی من تازه از خواب بیدار شدم، من ویندوز من بالا نیومد. بیا نگاه کن من یه سوال دارم، چقدر وقت گذاشته اینو نوشتی؟ من ننوشتم، نیکا نوشت. سارا گو بنویس. سوال منو جواب بدین، چقدر وقت گذاشته این کوفتی رو بنویسین؟ نیم ساعت. نیم ساعت؟ 5 دقیقه آدم مینویسه. نخی تو نیم ساعت نمیشد این 4 تا خط رو حفظ کنی؟ پس چیکار میکنین تو این خونه؟ از صبح تا شب دست به سیاه‌وسفید که نمیزنین، از مدرسه میاین کیف یه بر، مقنعه یه بر، نمیدونم کتاب یه بر، دفتر یه بر، جوراب یه بر، کفش یه بر. موجا نفس عمیق نفس عمیق نمیخوام بکشم بقیه الان. از صبح تا شب کلا تو گوشی SMS خجالت نکشین دیگه. نمیخوای هیچی بگی تو؟